دوستان گرامی، امروز به هفته مود تاجیکستان فیشن ویک تاجیکستان آمدم. بانوی زیبا و نظربا روبروی من ایستاد و آن را در پهلویم جای دادم. تخمین رجب و بله واقعا بانوی زیبا گلدختری نظربا دانشمند سخنور تاجیکستان وابسته به انا همین لباسی به برکردهشان، یعنی استایل از کجا است، چگونه آن را انتخاب کرد، چند سخن میگوید. مرحبا. السلام علیکم. تشکر زیاد. من خیلی میفخرم که امروزا در جمهوری تاجیکستان مود اینقدر زیبا و مهین رشد میکند و این لباسی که میبینید یکی از لباس ها و دختی دستی خواهر خودم که برندش صفیه کوتور نام دارد همین گونه است. یعنی که امروز من خیلی فخر میکنم که روزی یکمی تاجیکستان فیشن ویک رو با کلکسیون نوش میکشاید و ما انتظاریم که چیزی نو خواهرم صفیه کوتور و دیگر طراحان آماده کردگی هستند. دوستان گرامی، هر یک لباسی که آماده می نمایند بهر گلدختران تاجیک واقعا هم زیبنده است، شینم است، چون دختران ما خودشان زیبا هستند به مانند تخمین بانو. و من از دیدار شما شدم. سلامت باشید. بسیار خوشحال گردیدم از دیدار دوستان، مخصوصا شمای گرامی. سلامت خوش آمدید. رحمت.